در آسیب‌های نخاعی یکی از تمرین‌های اساسی و خیلی مهمی که هر فردی باید انجام بده وزن اندازی روی اندام تحتانیه. سرپا وایستادن کمک میکنه که تراکم استخوناتون حفظ بشه، سلامت مفاصلتون حفظ بشه و از همه اینا مهمتر مغز فراموش نمیکنه که ایستادن، راه رفتن به چه صورت هست. خیلی وقتها ترمیم عصب اتفاق میفته ولی مغز دیگه الگوهای حرکتی رو از یاد برده وقتی که طول درمان طولانی میشه. یکی دیگر از فواید تمرین تعادلی و ایستادن روی پاها کنترل کمربند لگنی و ماهیچه های پشتی بدن هست که هر چقدر این ماهیچه ها قدرت بیشتری پیدا کنن روند رشد شما در این مسیر بالاتر خواهد بود و زودتر به نتایج ایدئالی خواهید رسید.